با نام خدا و عرض سلام. میخوایم حد یک تابع کسری رو به دست بیاریم. در قدم اول برای اینکه ما حد این تابع رو به دست بیاریم بایستی به جای x مقدار x رو بذاریم. گفتیم که اینجا x به سمت 8 میل بکنه، پس به جای x باید 8 بذاریم. ما اینجا اگر 8 رو بذاریم به جای خود x میشه 8 به توان 2 منهای 8x. 8 در 8 باید ضرب بکنیم، رادیکال x میشه 8 با فرجه 3 منهای 2. 8 به توان 2 میشه 64 منهای 8 میشه 64 تا. رادیکال 8 در واقع 8 میشه 2 به توان 3. توان 3 با فرجه با هم برابره، رادیکال از بین میره، میشه 2 منهای 2 که مساوی با 0 صفرم میشه. نتیجه حد ما 0 صفرم شد. خب این مبهمه، باید رفع ابهام بکنیم. برای رفع ابهام بایستی از اتحادا و یا تجزیه جملات استفاده بکنیم و در توابعی که به صورت کسریه باید یک بخشی از صورت و مخرج رو بتونیم حذف بکنیم، رفع ابهام خواهد شد. خب در این صورت به خاطر این فرجه 3 که ما داریم، من بایستی از این اتحاد a به توان 3 منهای b به توان 3 استفاده بکنم که مساوی با a منهای b در a به توان 2 به اضافه a b به اضافه b 2. در این تابعی که ما داریم a منهای b در واقع این میشه رادیکال x با فرجه 3 منهای 2. آی ما رادیکال x با فرجه 3 و b هم 2. پس ما این قسمت رو داریم، مجبوریم که صورت و مخرج رو در این قسمت باید ضرب بکنیم تا بتونیم یک بخشی از صورت و مخرج رو بتونیم با هم حذف بکنیم. در این صورت میشه حد خود این جمله x2 منهای 8x رادیکال x با فرجه 3 منهای 2 ضرب داره آی منهای b رو داریم. این قسمت رو ما اینجا ایجاد میکنیم، صورت مخرج کسر رو در خود این قسمت ضرب میکنیم. a به توان 2، ببین رادیکال x با فرجه 3 به توان 2 به اضافه a به a هم که گفتیم رادیکال x با فرجه 3 b هم که 2 به اضافه b به توان 2 میشه 2 به توان 2. صورت رو هم در همین عبارت ضرب میکنیم. وقتی که x به سمت 8 میل بکنه، خب مساوی قسمت مخرج خود کسر رو اگر اینجا ما ببینیم، حاصل ضرب میشه آی منهای b این قسمت در این جمله دوم اتحادی که ما اینجا داریم که برابر a به توان 3 منهای b به توان 3. یعنی ما میتونیم بنویسیم که حد صورت رو اینجا چیزی که ما داریم، اگر از این قسمت صورت رو از یه xش فاکتور بگیریم میشه x منهای 8. قسمت دوم این که سر جا خودش میمونه. خب در این صورت میشه x به توان 2 با فرجه 3
به اضافه 2 تا رادیکال x با فرجه 3. 2 به توان 2 هم میشه چند؟ 4 میشه. مخرج خود کسر حاصل ضرب این دوتا در واقع با توجه به خود این تابعی که اتحادی که ما اینجا داریم میشه a به توان 3 منهای b به توان 3. یعنی رادیکال x با فرجه 3 به توان 3 منهای b به توان 3 منهای 2 به توان 3 وقتی که x به سمت 8 میل بکنه مساویه. من ادامهش اینجا می‌نویسم. میشه حد صورت که خود همین صورتی که ما اینجا داریم میشه x منهای 8 در رادیکال x با توان 2 با فرجه 3 به اضافه 2 رادیکال x با فرجه 3 به اضافه 4 در مخرج توان با فرجه برابره. پس رادیکال از بین میره. تنها چیزی که میمونه یه x میمونه اینجا منهای 2 به توان 3 میشه 8 وقتی که x به سمت 8 میل بکنه. خب در این کسر با توجه به x منهای 8 که داریم در صورت مخرج وجود داره میتونیم اینا رو با هم حذفشون بکنیم و چیزی که باقی خواهد موند مساوی حد تابعی که میمونه در صورت یه x میمونه رادیکال x به توان 2 با فرجه 3 به اضافه 2 رادیکال x با فرجه 3 به اضافه 4 در مخرج عدد 1 مونده زمانی که x به سمت 8 میل بکنه. حالا اینجا به جای مقدار x با توجه به اینکه یه بخشی رو با توجه به اتحادی که انجام دادیم از صورت و مخرج رو با هم حذف کردیم پس رفع ابهام اتفاق افتاده. در این صورت ما اگر به جای خود x مقدار عدد 8 رو بذاریم میشه 8 رادیکال با فرجه 3 8 به توان 2 به اضافه 2 با فرجه 3 8 به اضافه 4 در این جمله به جای x عدد 8 رو گذاشتیم. خب در این صورت مقدار 8 که سر جا خودش باقی میمونه اینجا. خب 8 در واقع به توان 2 میشه 2 به توان 3 خودش یه توان 2 هم داره میشه 2 به توان 6. خب توجه بکنید که رادیکال 2 به توان 6 با فرجه 3 مساوی با 2 به توان به فرجه میشه 6 به 3 مساوی با 2 به توان 2 که مساوی با 4 میشه. پس این مقدار جمله که اینجا داریم میشه 4 پرانتز سر جا خودشه میشه 4 به اضافه رادیکال 8 گفتیم 2 به توان 3 توان با 3 فرجه از بین میره میشه 2 ضرب در 2 میشه 4 به اضافه 4 اینم مساوی با
8 4 به اضافه 4 به اضافه میشه 12 ضرب داره 12 8 تا 12 تا میشه 96. در واقع جواب ما میشه این مساوی با 96.